بد نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم دیگه. حجاب کامل فقط. خودیاری اصلا نباید میدادن. این یه نفر هول شد رفت دار، بقیه ندارن که بدن. حالا با چیکار کنم؟ شما اینو با ما بگید. باقیه هول نشن ندن. بله. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ مرسی که ویدیو رو دیدی و حمایت میکنی. یه ویدیو دیگه آپلود کردم مخصوص شب یلدا، از زمانی هم که این سم مترو رو های شب زدن یلدایی. برو ببین زیر و گذر رو خنده زدن، پارشو. چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختشون کردن، صدمه بهشون زدن. خطر تصادف شونشان بالا دید نداره اصلا. این پیچی که شما میپیچی دست چپ یا راست، نمیدونی وقتی راست میشن کدوم بر باید ببین. شغل همسرتون چیه؟ یه کفاش کارگر که هفته یه دفعه میاد خونه. همه هم میدونن، بخوایم بدونید. شنبه میره، شب جمعه میاد خونه.